در سال 1944 معمار نظریه کوانتوم ماکس پلانک حرفی زد که مثل یه زلزله بزرگ جامعه علمی رو تکون داد. پلانک وقتی داشت در کنفرانسی در فلورانس ایتالیا سخنرانی می‌کرد، گفت ماده به خودی خود وجود نداره. گفت سرآغاز و وجود همه ماده عالم هستی به یک نیرو برمیگرده. باید قبول کنیم که در پس این نیرو یه ذهن آگاه و هوشمند وجود داره و این ذهن ماتریکس تمام ماده است. حالا میدونیم که حق با پلانک بوده. یک میدان انرژی وجود داره که جهان شموله. یعنی همیشه و همه جا هست و روی همه اتفاقاتی که در دنیای اطراف و دنیای درون ما میفته تأثیر میذاره. اما یافته‌های جدید فقط وجود این ماتریکس رو ثابت نمی‌کنه. آزمایشات جدید دارن قوانین حاکم بر ماتریکس پلانک یا همون ماتریکس الهی رو برای ما آشکار میکنن و به همون میگن چطور از این قوانین در زندگیمون استفاده کنیم و این مجموعه دقیقاً در مورد همینه. من گرگ بریدنم. به ماتریکس الهی خوش اومدید دوستان. پلی میان زمان، مکان، معجزه و ایمان. باعث افتخارمه که در این مجموعه میزبان شما هستم و قرار کشفیات و مباحثات این حوزه رو بررسی کنیم. خب بیایید از صفر شروع کنیم. ماتریکس الهی چیه؟ گاهی بهترین راه برای توضیح معنای کشفیات اینه که یه مثال از دنیای واقعی براشون بیاریم. بین سالهای 1978 تا 1995 گروه کوچکی از دانشمندان در یک آزمایشگاه موقت در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا به چیز جالبی دست پیدا کردند. چیزی که اون زمان غیر ممکن به نظر می رسید. اونا در آزمایشگاه کوچکشون در پایگاه مریلند با یه سری تکنیک ساده داشتن حوزه جدید و پیچیده و اسرارآمیزی رو بررسی می کردن. این حوزه نه مرزهای کیهان بود و نه اعماق اتم. حوزه‌ای که اونا داشتن بررسی می‌کردن یه حوزه درونی بود، حالت پیشرفته‌ای از آگاهی که در زمان جنگ سرد میتونستن مثل فیلم‌های علمی تخیلی باهاش اطلاعات جمع‌آوری کنن. اگر موقع انجام این آزمایش کسی اتفاقی وارد اتاق میشد، فکر می‌کرد که یک کلاس آموزش ریلکسیشن در حال برگزاریه، اما خب واقعیت چیز دیگه‌ای بود. این محققین در سکوت کامل با چشم بسته نشسته بودند و داشتن یاد می‌گرفتن که به حالت اسرارآمیزی از آگاهی دست پیدا کنن که من و شما هر شب موقع خواب ازش عبور می‌کنیم. خلاصه این که اونا می‌خواستن به 3 چیز برسن. اولین کارشون این بود که هر موقع خواستن بدون اینکه بخوابن به این حالت از آگاهی دست پیدا کنن. مورد دوم این بود که میخواستن وقتی به این حالت رسیدن در همین حالت بمونن. میخواستن در این حالت آگاه و بیدار و فعال بمونن و بتونن کارهایی رو انجام بدن. و مورد سوم میخواستن ببینن که چطور میشه این حالت آگاهی رو به مجرایی تبدیل کرد برای دسترسی به مکانهای مختلف جهان مادی. مکانهای دوردستی که میتونستن اونا رو ببینن، بشنون، بو کنن و حتی لمس کنن بدون اینکه پاشون از آزمایشگاه بیرون بذارن. اسم این تکنیک دیدن از راه دوره. اسمی که اون زمان روی این پروژه گذاشتن خیلی جالبه. اسم پروژه استارگیت بود. استارگیت یه پروژه نظامی بود که میخواست در زمان جنگ سرد از ژرف‌ترین توانایی‌های انسان برای مقاصد نظامی استفاده کنه. ایدهشون این بود که ما میتونیم اطلاعات ارزشمند و حیاتی رو از میدان اطرافمون جمع آوری کنیم بدون اینکه لازم باشه کسی رو به این مکانهای دوردست بفرستیم و زندگیشو به خطر بندازیم. نکته اینجاست که پروژه فورت مید و جلسات دیدن از راه دور فقط به این دلیل امکان پذیر هستن که ماتریکس وجود داره و زمینه رو برای آگاهی بیننده فراهم میکنه. پروژه استارگیت در سال 1995 رسما به پایان رسید و اخیراً اسنادش از حالت محرمانه خارج شده. به همین دلیل ما به نتایج جلسات ابتدایی فورت مید دسترسی داریم. من میخوام از این نتایج استفاده کنم تا بهتون نشون بدم که این ماتریکس چقدر واقعیه و چطور بنیاد واقعیت فیزیکی ما رو شکل میده. در جلسات دیدن از راه دور معمولاً 2 نفر حضور دارن. یکی از اونا بیننده است، یعنی همون کسی که آگاهیش جابجا میشه، و نفر دوم مراقب هست.
وظیفه مراقب ساده است. اون باید بیننده رو راهنمایی کنه و به حالت خاصی از آگاهی برسونه. و بعدش با استفاده از 3 پروتکل مشخص به بیننده کمک کنه که در اون حالت بمونه و بدون اینکه وارد خواب عمیق بشه در همون حالت گفتگو کنه. مراقب بیننده رو قدم به قدم راهنمایی میکنه تا روی یه چیز مشخص تمرکز کنه، مثلا روی یه مکان مشخص یا روی شیء مشخص که توی اتاق یا یه شهر دیگه است یا شیئی که اون طرف دنیا توی جبهه جنگه. برای مثال هدف مشخصی رو برای بیننده ها تعیین میکنن، مثلا یه ساختمون، یه مکان، یه منطقه جغرافیایی یا یه شخص. مختصات فیزیکی محل رو به اونا میدن، مثلا آدرس یه خیابون یا طول و عرض جغرافیایی. همه بیننده ها در این حالت خاص حسهای ظریفی رو دریافت میکنن. یکی از چیزهایی که محققین در این آزمایشات بهش پی بردن این بود که این حسها زنده ترین، برجسته ترین، مشهود ترین و عمیق ترین حسها نیستن، بلکه غالباً حسهای نامحسوسی هستند که باید یاد بگیرن که اونا رو تشخیص بدن و همینطور شناسایی کنن. بعدش باید چیزایی رو که میدیدن روی کاغذ رسم میکردن به همراه حسهای دیگه، مثلا بوهایی که میشنیدن، چیزایی که لمس میکردن و صداهایی که میشنیدن. تصویری که مشاهده میکنید نمونه‌ایه که در یکی از جلسات رسم شده. طول و عرض جغرافیایی مکانی رو به بیننده داده بودن که نمیدونست کجاست. بیننده در اون حالت خاص چیزایی که میدید رو روی کاغذ رسم کرد. چیزی که در گوشه راست بالای صفحه میبینید آبه. بیننده احساس میکرد که این آب باید یه اقیانوس باشه. باند فرود یا اتوبانو در وسط میبینید. در سمت چپ بالای تصویر ساختمون‌هایی رو مشاهده کرده. پس ما نتیجه میگیریم که بیننده فقط چیزایی رو که در این حالت دیده رسم کرده، بدون اینکه دیدگاه و ایده خودش رو اضافه کنه. و همینطور بیننده آموزش دیده که هیچ چیزی رو اضافه نکنه. تصویر بعدی که مشاهده میکنید عکس واقعی مکانیه که بیننده در جلسه دیدن از راه دور مشاهده کرده. این یه هدف نظامیه. میبینید که در قسمت بالای تصویر یه اقیانوس هست. باند فرود رو هم در وسط میبینید. پس بیننده اونجا رو به درستی مشاهده کرده. باند فرود در وسط تصویره و در سمت چپ سازه ها و ساختمان ها رو میبینیم. خب در این جلسات گاهی بیننده میتونه چیزی رو ببینه که به هیچ عنوان توی عکس دیده نمیشه و گاهی هم توی عکس چیزایی هست که بیننده نتونسته اونا رو ببینه. ترکیب این دوتا به ما امکان میده از اون محل اطلاعاتی به دست بیاریم بدون اینکه لازم باشه کسی رو به اونجا اعزام کنیم. بذارید یه نمونه دیگه نشونتون بدم. این یکی به نظرم خیلی جالبه چون جزئیات زیادی داره. مختصات رو به بیننده دادن. در اون محل بیننده تونست به وضوح یه سازه خیلی خیلی خاص رو تشخیص بده. همونطور که مشاهده میکنید اون نمیدونست این چه سازه‌ایه، اما چرخاش کاملا واضحه و شکل کلیش هم مشخصه. بیننده یاد گرفته بود بدون تحمیل ایده های خودش چیزی رو که میدید ثبت کنه. تصویر بعدی که مشاهده میکنید چیزیه که واقعا اونجا بود. یه جرثقیل صنعتی. شباهت‌ها رو نگاه کنید. در هر طرف 2 چرخ میبینیم که بیننده درست رسمشون کرده. شکل سازه رو ببینید. این سازه روی ریل حرکت میکنه. عکس‌های گرفته شده نشون میده این سازه یه جرثقیل صنعتی بوده توی یه پایگاه صنعتی نظامی. یه جرثقیل مخصوص که برای حمل وسایل خاصی به کار میرفته. این به تحلیلگر نظامی نشون میده که در اون مکان چه اتفاقی داره میافته. طوری که انگار خود شخص رفته اونجا و داره اون محل رو از نزدیک نگاه میکنه. من از نشون دادن این تصاویر هدفی داشتم. این تصاویر در ابتدای توصیف کلی هن که بعداً میشه جزئیات رو بهشون اضافه کرد.
برای مثال در مورد این جرثقیل محققا میتونستن از بیننده بخوان که زمان بیشتری رو صرف کنه و جزئیات بیشتری رو در مورد کاربرد جرثقیل به دست بیاره. خب، باید بدونید که در اولین پروژه دیدن از راه دور از 22 نفر استفاده شد. 20 میلیون دلار هزینه شد. در جنگ خلیج مکان دقیق موشک‌های اسکاد رو مشخص کرد بدون اینکه لازم باشه کسی به منطقه اعزام بشه و جونش به خطر بیفته. همچنین در سال 1994 در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی تونستن محل نگهداری پلوتونیوم این کشور رو مشخص کنن. موفقیت آزمایشات دیدن از راه دور سوال مهمی رو ایجاد میکنه. اون چیزی که آگاهی بیننده در اون حرکت میکنه و به واسطه اون میتونه کشورها و مکانهای دوردست رو ببینه چیه؟ به طور خلاصه سوال اینه: در اون چیزی که ما بهش میگیم فضای خالی چی وجود داره؟ در فضای عدم چی وجود داره؟ برای اینکه بتونیم جوابو پیدا کنیم باید سراغ بزرگترین راز هستی بریم. رازی که اجدادمون به زبان خودشون بیان کردن. و علم مدرن تازه داره کم کم اونو درک میکنه. تقریبا همه متون باستانی و سنت‌های بومی در مورد یک میدان انرژی حرف زدن که همه چیزو به هم وصل میکنه. میخوام چند تا مثال بزنم که در قدیم این میدان رو چطور توصیف میکردن تا بتونیم با چیزایی که امروز میدونیم مقایسهشون کنیم. چیف سیاتل، رئیس قبیله سوکوامیش، در قرن 19 این راز رو اینجوری بیان کرده: همه چیز به هم وصله. انسان تار حیات رو نتنیده. اون صرفاً یکی از رشته‌های این تاره. هر بلایی که سر این تار بیاره در واقع سر خودش آورده. در پیشگویی‌های هوپی‌های باستان در مورد یه تار یا یه شبکه حرف زده شده. در این پیشگویی گفته شده که وقتی جهان اول هوپی‌ها به نابودی کشیده شد، مادر بزرگ عنکبوت بعد از نابودی جهان اول وارد جهان دوم شد. اون اولین کارش این بود که تار خلقت رو تنید تا بستری باشه برای وجود بچه‌ها و نوه‌های خودش و هر چیزی که در کائنات وجود داره. میخوام این متن پیشگویی هوپی‌ها رو براتون بخونم تا ببینید چطور این اتفاق افتاده. آن هنگام که جهان تاریک بود که حتی سایه ها نیز در شب پیدا نبودند، مادر بزرگ عنکبوت آواز تنیدن سر داد و در فراخنای آسمان شروع به رقصیدن کرد. آنگاه که او از تنیدن فارغ شد، عالم آسمان مملو از نور و زندگی گشت، زیرا ستارگان آماده بودند تا فرزندانشان را به دنیا بیاورند. همونطور که میبینید این توصیف اصلاً علمی نیست، اما به همون میگه که این جوهر جهانی، این گوهری که هوپی‌ها به تار عنکبوت تشبیهش کرده بودند، سرآغاز جهانی هست که ما میشناسیم. خب فقط هوپی‌ها نیستن. سنت بودایی هم میگه الهه بزرگی به نام ایندرا تار آفرینش رو خلق کرده. دور از اقامتگاه آسمانی ایندرا، تور شگفت‌انگیزی هست که تا بی‌نهایت در همه جهان پهن شده است و در محل تقاطع رشته‌های این تور جواهر نورانی و درخشانی هست که این نور برای خودش یه جهانه. جامعه علمی ساختاری رو توصیف میکنه که شباهت زیادی به تار هوپی‌ها و تور ایندرا داره. ساختاری که زیربنای واقعیت روزمره ماست. و حتی انیشتین هم احساس میکرد که این ساختار وجود داره و جالب اینه که اون با اینکه دانشمند بوده اما کاملا شاعرانه توصیفش کرده. انیشتین میگه طبیعت تنها دم شیر را به ما نشان میدهد. شک ندارم که این دم به یک شیر وصل است، اما شیر به خاطر جثه عظیمش نمیتواند به یک بار خودش را آشکار کند. انیشتین میگه که یه چیزی اون بیرون هست که خیلی بزرگه، اما ما نمیتونیم از اینجا و از این موضع خاص اونو ببینیم. و این طرز فکر نقش مهمی در شکلگیری نظریه نسبیت و سایر نظریه ها و مفاهیم ریاضیاتی در ذهن انیشتین ایفا کرد. پس یه مضمون مشترک هست که در همه این توصیفات دیده میشه. در واقع تار مادر بزرگ عنکبوت
تور ایندرا و همچنین دیدگاه انیشتین همشون میگن که یه چیزی هست که همه چیزو به هم وصل میکنه. در ابتدای این برنامه بیانات و دیدگاه ماکس پلانک رو در مورد این جوهر با هم دیدیم. این گفته پلانک که ماتریکس زیربنای واقعیت ماست نمونه بارز این طرز فکره. حالا سوال اینه که این تار یا تور یا همون ماتریکس از چی ساخته شده؟ قوانین حاکم بر این میدان انرژی چه قوانینی هستند؟ وجود این میدان برای ما و زندگی ما چه معنایی در بر داره؟ دانشمندان یه فوتون یا ذره نور رو آوردن. فوتون همون چیزیه که اتم‌ها ازش ساخته شدن. اونا میخواستن 2 فوتون همسان داشته باشن. به همین دلیل یه فوتون آوردن و اونو به 2 فوتون جداگانه تقسیم کردن تا هر دوشون ویژگی‌های یکسانی داشته باشن. این 2 تا فوتون رو توی اتاقک گذاشتن که ازش کابل‌های فیبر نوری در 2 جهت خارج شده بود. یکی از اون کابل‌ها طولش 7 مایل بود و انتهاش به یه شهرک میرسید. دومی هم 7 مایل بود اما انتهاش به یه شهرک دیگه میرسید. در محل شروع این 2 فوتون رو در جهت عکس هم شلیک کردن. در نتیجه وقتی فوتون‌ها به مقصد رسیدن 14 مایل با هم فاصله داشتن و اصل آزمایش از اونجا شروع شد. دانشمندان متوجه شدند که اگه در لحظه ای از زمان تغییری در یکی از فوتون‌ها ایجاد کنن، فوتون دوم طوری رفتار میکنه که انگار همزمان با فوتون اول داره همون تغییرات رو تجربه میکنه. اونا با استفاده از ساعت اتمی مدت زمان انتقال اطلاعات از فوتون اول به فوتون دوم رو محاسبه کردند. ولی مشکل اینجا بود که ساعت اتمی عدد 0 رو نشون میداد. هیچ تأخیری در کار نبود. این مسئله با نظریه نسبیت انیشتین در تعارضه. نسبیت میگه هیچ چیزی نمیتونه سریعتر از نور حرکت کنه. اما برای اینکه این 2 فوتون چیز یکسانی رو در آن واحد و به صورت کاملا همزمان تجربه کنن، باید این اطلاعات بتونن به صورت آنی و سریعتر از نور از الف به ب منتقل بشن. مشکل از همینجا شروع شد. پس رفتار فوتون‌ها برای فیزیک سنتی دردسرسازه. در واقع این فوتون‌ها قوانین فیزیکی سنتی رو نقض می‌کنن. ولی این فوتون‌ها با قوانین نسبیت سازگارن. در اینجاست که این آزمایش به مطالبی که گفتیم ارتباط پیدا می‌کنه، یعنی به همون ماتریکس انرژی. این آزمایش میگه ذراتی که زمانی از نظر فیزیکی به هم وصل بودن، حتی اگه از نظر فیزیکی از هم جدا بشن تا ابد پیوند انرژیاییشون رو با هم حفظ میکنن. 2 فوتون در واقع زمانی 1 فوتون بودن. با اینکه به 2 فوتون جداگانه تقسیم شدن، پیوند انرژیایی با هم دیگه دارن. به این میگن در هم تنیدگی کوانتومی. معنیش اینه که اگه برای یکی از فوتون‌ها اتفاقی بیفته، فرقی نمی‌کنه اون یکی 14 مایل اون طرف در باشه یا در اون سمت کره زمین یا حتی در اون سر کیهان. به هر حال این 2 فوتون در هم تنیده شدن و دومی همیشه همون چیزی رو بازتاب میده که اولین فوتون داره تجربه میکنه. بذارید اهمیت این موضوع رو براتون توضیح بدم. اگر ما به مدل آفرینش و همینطور کائنات فکر کنیم، دانشمندان میگن در آغاز خلقت انرژی هنگفتی آزاد شده که به اون میگن بیگ بنگ. در بیگ بنگ انرژی آزاد شد و شروع به انبساط کرد. ماده فیزیکی هم شروع به انبساط کرد و از نقطه آزاد شدن انرژی فاصله گرفت. اگر که ما بتونیم بیگ بنگ رو برعکس تصور کنیم، اگه کل ماده جهان رو به نقطه سرآغاز برگردونیم، دانشمندان میگن در اون لحظه، یعنی بلافاصله بعد از آزاد شدن انرژی، همه ماده جهان در فضایی به اندازه یه نخود فرنگی جا گرفته بود. همه ماده فیزیکی، یعنی همه جسم‌ها، همه سیاره‌ها و ستاره‌ها، همه این ماده فیزیکی که گفته میشه فقط 4% جهان رو تشکیل میده. چون دانشمندان میگن 96% ماده گم شده و مفقود الاثره. میگن 96% جهان خالیه. پس این 4% در کره‌ای به اندازه یه نخود فرنگی فشرده شده بوده.
یک کره خیلی داغ که میگن دماش 18 میلیارد میلیون درجه بوده. وقتی در این مورد با دانشمندا حرف زدم گفتم اینو از کجا میدونید؟ گفتن نمیدونیم، اما میدونیم خیلی داغ بوده. پس وقتی همه این ماده در یه نخود فرنگی جا شده بوده، لطفاً توجه کنید. میشه گفت که همه چیز به هم متصل بوده. با اینکه نیروی این آزادسازی اولیه باعث شده جهان منبسط بشه و حتی امروزه هم داره منبسط میشه و ماده فیزیکی دیگه پیوند فیزیکی نداره، اما آزمایش فوتون‌های دوقلو میگه همه ماده فیزیکی هنوز به هم وصله. ما انسان‌ها به هم وصلیم، به سیارمون وصلیم، به بقیه سیاره‌ها و ستاره‌ها وصلیم. همه این قدرت از درک ماتریکس به دست میاد. ماتریکس یه محصول فرعی نیست که بعد از بیگ بنگ ایجاد شده باشه. بذارید دوباره بگم. ماتریکسی که در موردش حرف میزنیم چیزی نیست که بعد از این آزادسازی اولیه به وجود اومده باشه. ماتریکس خود این آزادسازیه. ماتریکس همون بیگ بنگه که داره خودشو درون خودش آشکار میکنه. معنی چیزایی که گفتم و چیزایی که این آزمایشات میگن واقعا حیرت انگیزه که ما در این مجموعه بررسیشون میکنیم. اما میخوام تاکید کنم که این میدانی که همه چیزو به هم وصل میکنه همون تار یا تور یا همون ماتریکس پلانک یا ماتریکس الهیه. این میدان نفس آزاد شدن انرژیه. این میدان از کجا اومده؟ بستگی داره از کی بپرسی. مثلا وداهای باستانی که مربوط به 7000 سال قبل هستن سرنخهایی به ما میدن که علمی نیست، اما در مورد زمان قبل از آغاز حرف میزنن و میگن برهمن زاده نشده است و همه چیز در درون او منزل دارد. احدی که در کثیر متجلی شده است بی شکلی است که در شکلها جلوه می کند. این همون توصیفی است که ریگ ودا در مورد این انرژی نخستین در زمان آزادسازی یا همون بیگ بنگ ارائه کرده. پس میشه گفت میدانی که فضای خالی رو پر کرده یا همون 96% که میگن گم شده و مفقوده اصلاً مفقود نیست، بلکه شکلی از انرژی که از ابتدا همراهمون بوده و به همین دلیل اهمیت زیادی داره. کیهانشناس دانشگاه کالیفرنیای سانتا کروز میگه بیگ بنگ جایی در درون فضا رخ نداده است، بلکه کلیت فضا را اشغال کرده بوده. بیگ بنگ خود فضا بوده که با انفجارش به نوع جدیدی از انرژی تبدیل شده. حالا این ایده ها رو توی ذهنتون داشته باشید تا برگردیم به آزمایش فوتون‌های دوقلو و ببینیم اتفاقی که افتاد واقعاً چی بود. 2 فوتون در فاصله 14 مایلی به صورت کاملاً همزمان رفتار یکسانی رو نشون دادن. این اطلاعات چجوری از اولی به دومی رسید؟ خب این سال غلطه، چون میدونیم نرسیده. لازم نبود از اولی به دومی برسه، چون از قبل همونجا بود. نکته همینه. راز ماجرا در همین نکته است. اصلاً لازم نبود این اطلاعات جابجا بشه. این آزمایشات میگه ما هنوز هم به افراد و مکانهای مختلف وصلیم و فرقی نمیکنه اونا در کجای جهان و کجای این سیاره باشن. به همین دلیله که حس ششم مثلا در بین مادر و فرزند وجود داره. در میدان جنگ، در اون سر دنیا که اینو در قسمت‌های آینده بررسی میکنیم. به همین دلیله که دیدن از راه دور جواب میده که در همین قسمت بررسیش کردیم. به همین علته که آزمایشات تلپورت یا دورنوردی موفقیت آمیز بودن. راسل تارک مؤسس برنامه علوم شناختی انستیتوی تحقیقاتی استنفورد شهر منلو پارک کالیفرنیا این پیوند رو به زیبایی توصیف میکنه و اون میگه ما در یک جهان غیر موضعی زندگی میکنیم که در آن اشیایی که از نظر فیزیکی جدا هستند میتوانند به صورت آنی با هم ارتباط برقرار کنند. بیگ بنگ و آزمایش فوتون‌های دوقلو نشون میدن که جمله تارک عین حقیقته. در سال 2004 فیزیکدانانی از آلمان، چین و اتریش اولین آزمایش موفقیت‌آمیز را در زمینه تلپورت کردن اطلاعات کوانتومی انجام دادند. نتایج این آزمایش در سال 2004 در نسخه 430 ژورنال معتبر نیچر به چاپ رسیده. اونا تونستن نقشه ذرات کوانتومی رو از مکانی به مکان دیگه تلپورت کنن و در این کار موفق بودن.
این قدم اول بود و پیامدهای مفهومی بسیار مهمی داشت. مثلا در زمینه رمزنگاری اطلاعات، امنیت داده‌ها، انتقال اطلاعات و از همه مهمتر انتقال کوانتومی اشیا، مثلا انتقال من و شما. همه این چیزا امکان پذیر هستند چون در عدم چیزی هست، چون یه چیزی هست که فضای کیهانو پر میکنه. علیرغم اینکه آزمایش فوتون‌های دوقلو و آزمایش دورنوردی هیجان دانشمندا رو برانگیخته، احساس میکنم که در خلال این هیجانات از مهمترین نکته این آزمایشات و از اصل مسئله غافل موندن. به نظرم اونا مهمترین مفهوم رو جا انداختن، چون برای اینکه این آزمایشات امکان پذیر باشن لزوماً باید در درون چیزی رخ بدن. دوباره به همون سوال برگشتیم، چه چیزی باعث میشه این آزمایشات امکان پذیر باشن؟ میدونیم که یه جور میدانه. واقعاً چیه؟ از چی تشکیل شده؟ چه جوری کار میکنه؟ حدود 100 سال قبل 2 دانشمند در آزمایشگاهی در زیرزمین یکی از ساختمان‌های دانشگاه کیس وسترن ریزرو در شهر کلیولند اوهایو آزمایشی انجام دادن که قرار بود یک بار برای همیشه جواب این سوالو مشخص کنه. در قسمت بعد نتایج این آزمایش مهم رو با هم دیگه میبینیم و اولین آزمایش علمی که برای مطالعه ماتریکس و اسرارش طراحی شد. ممنون که همراه هم بودید. قسمت‌های بعدی مجموعه را از دست ندید. ماتریکس الهی، پلی میان زمان، مکان، معجزه و ایمان.